غزل 86. ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. آن شمع سرگرفته دگر چهره برفروخت، وین پیر سال خورده جوانی ز سر گرفت. آن عشوه داد عشق که مفتی ز ره برفت، وان لطف کرد دوست که دشمن حذر گرفت. زنهار از آن عبارت شیرین دلفریب، گویی که پسته تو سخن در شکر گرفت. بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت. هر سروقد که بر مه و خور حسن می فروخت، چون تو در آمدی پی کاری دگر گرفت. زین قصه 7 گنبد افلاک پر صداست، کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت. حافظ تو این سخن ز که آموختی که بخت تعویذ کرد شعر تو را و به زر گرفت. یکی از شاهکارهای حافظ در غزل سرایی به گمان من همین غزل 86 هست. غزلی هست پر از شور و حال در بیان وصال در برابر غزلهای فراقی که معمولاً پر از غم و اندوهه. این غزلی است پر از شادابی و تراوت و از همون ابتدای کار هم از ساقی دعوت میکنه که بیاد این شادی رو تکمیل بکنه. ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت. پرده برگرفتن، پرده به یک سو زدن، اما کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. خلوت نشینان در تاریکی گویی نشسته بودند و اکنون چراغشون دوباره روشن و درخشان شد. استعاره است از چهره تابان یار که بزم خلوتیان رو ساز میکنه و اونها رو از رکود و تنهایی و غم آزاد میکنه. این چراغ روشن بار دیگر تابان شد. برای درگرفت دقت بکنید چه استخدامی استفاده کرده حافظ. استخدام آرایه‌ایه که درش مثل ایهام از 2 معنا بودن واژه استفاده میشه، منتها شما هر 2 معنای واژه رو باید خرج بکنید. هر کدوم از این 2 تا معنا رو برای بخشی از جمله نمیتونید یکی از معانی رو معنی اصلی در نظر بگیرید و اون یکی دیگر رو معنی دوم و معنی ایهامی. در گرفتن برای کار یه معنا داره، برای چراغ یه معنا داره. کار اگر در بگیرد یعنی کار رونق پیدا بکند. پس کار چراغ خلوتیان باز در گرفت یعنی کار خلوتیان بار دیگر رونق پیدا کرد. اما چراغ اگر در بگیرد یعنی چراغ روشن شود، فروزان و تابان شود. پس میشه برای چراغ هم گفت چراغ خلوتیان بار دیگر تابان شد. این آرایه رو بهش میگیم استخدام. ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز در گرفت. آن شمع سرگرفته دگر چهره برفروخت، وان پیر سال خورده جوانی ز سر گرفت. شمع سرگرفته دگر یعنی بار دیگر، چهره برفروخت، تابان شد. سرگرفته یه معنی برای شمع مخصوصاً به معنای خاموش شده است، چون شمع رو در گذشته وقتی میخواستن خاموش بکنن سر میگرفتن. وسیله‌ای داشتن شبیه انبرده است که فتیله شمع رو باهاش لحظه‌ای فشار میدادن، نتیجهش این بود که شعله شمع خاموش میشد. برای همین از خاموش کردن شمع به سرگرفتن شمع استفاده میکردن و تعبیر میکردن. وقتی برای شمع این کاربرد رو داریم
بد نیستش که یه معنی دورتری رو هم به ذهن بیاریم. اون هم سرگرفتن به معنای بیمار بودنه. شبیه اینی که دست به سر گرفتن و سردرد داشتن و پارچه دور سر بستن. و مولوی یه کاربردی از این جنس داره، میگه رنجور نیستی تو چرا سرگرفته ای. به این معنا که معنی دورتریه و کمتر هم به ذهن متبادر میشه، آن شمع سرگرفته دگر چهره برفروخت، با توجه به چهره برفروختن به معنی شاداب شدن و سلامتی یافتن تناسب جالبی در میاد. شمعی که بیمار بود و دگر بار سلامتی یافت، آن شمع سرگرفته دگر چهره برفروخت، وین پیر سال خورده جوانی ز سر گرفت. همون مضمونی که عاشق سال خورده و پیر در جوار معشوق بار دگر جوان می شود. گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم گیر، تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم. آن عشوه داد عشق که مفتی ز ره برفت، من و تو که جای خود داریم. مفتی معنی کسی که فتوا میده در فقه اهل سنت، معادل مرجع تقلید در فقه شیعه است. من و تو که جای خود داریم، مفتی ز ره برفت. مفتی راهشو گم کرد، عاشق شد. آن عشوه داد عشق که مفتی ز ره برفت، وان لطف کرد دوست که دشمن حذر گرفت. دشمن دیگه امیدی نداره. دشمن چه زند چو مهربان باشد دوست. وقتی که دوست لطف میکنه، دشمن ناامید میشه و حذر میکنه. وان لطف کرد دوست که دشمن حذر گرفت، زنهار از آن عبارت شیرین دلفریب، گویی که پسته تو سخن در شکر گرفت. هشدار آگاه باش، ببین از آن عبارت شیرین دلفریب یار من بیندیش و آگاه باش. عجب عبارت شیرینی است، گویی که لبهای پستفام تو سخن رو در شکر غلطاندند. انگار که سخنی که از لبهای تو خارج میشه، بس که این لبها شکرین و شیرینه، این سخن رو هم غلطانده و آغشته به شکر تحویل شنونده میده. گویی که پسته تو سخن در شکر گرفت. بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت. بار غمی بود، بار غم اضافه تشبیهی، غم مانند بار است. این بار بر خاطر ما سنگینی می کرد، آنقدر که خاطر ما را خسته کرده بود. اما خدا عیسی نفسی فرستاد و این بار غم رو از شانه خاطر ما برداشت. عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت. هر سرو قد که بر مه و خور حسن می فروخت، چون تو در آمدی پی کاری دگر گرفت. سرو قدان فراوان بودند و هستند، سرو قدانی که بر ماه و خورشید حسن می فروختند. ادعاشون می شد در زیبایی و واقعا هم زیبا بودند. به ماه می گفتند تو در نیا که من هستم. آن سرو، هر سرو قد که بر مه و خور حسن می فروخت. حسن فروختن البته معنی زیبایی نمایش دادن و نشان دادنه، ولی در عین حال مثل باقی مواردی که حافظ از فروختن استفاده میکنه در کنار یک مفهومی، شکلی از ریاکاری و فریبکاری هم توش نهفته است. حسن فروشی گلم نیست تحمل صبا. این حسن فروشی معنی جلوه‌گری که اون قدم برازنده نیست. حسن فروشی گلم نیست تحمل صبا، دست زدم به خون دل بهر خدا نگار کو. معشوق من بگو بیاد، دیگه حوصله‌ام سر رفته، تحمل این حسن فروشی گلها رو ندارم، معشوق خودمو میخوام.
بهر خدا نگار کو. هر سرو قد که بر مه و خور حسن می فروخت، چون تو در آمدی پی کاری دگر گرفت. پی کاری دگر گرفتن، ما الان میگیم دنبال کار خودش رفت. حافظ میگفت نقدها را بود آیا که عیاری گیرند، تا همه صومعه داران پی کاری گیرند. برن دنبال کارشون. وقتی تو در آمدی آن زیبارویان رفتن دنبال کارشون. زین قصه 7 گنبد افلاک پر صداست، کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت. این قصه عشق، قصه است که 7 گنبد آسمان رو پر از پژواک کرده. صدا به معنی پژواک بود، فراموش نمی‌کنی. از قصه عشق 7 گنبد آسمان پر از پژواک و طنینه. این که در آسمان نغمه موسیقی در حال پخش شدن هست، یا قصه عشق که داره نواخته میشه در آسمان، ریشش به یونان باستان برمیگرده و اندیشه های فیثاغورس که فکر میکرد در جهان به خاطر این که هر شکلی از موسیقی برآمده از تناسبات ریاضی و فاصله هایی که خودش کشف کرده بود، خود فیثاغورس در حدود 2500 سال پیش، و این تناسب بین فاصله های موسیقی و ریاضی رو کشف کرده بود، فکر میکرد در آسمان هم با توجه به اینکه حرکت اجرام آسمانی با تناسب و با ریاضیات قابل تبیین هست، میگفت این حرکت هم باید صدایی موسیقایی تولید کرده باشه. پس بنابراین از نظر فیثاغورس در هستی باید موسیقی در حال نواخته شدن باشه. حالا چرا ما نمیشنویم این موسیقی رو؟ به خاطر اینکه گوشهای ما پره از این موسیقی. از ابتدای تولدمون تا لحظه مرگمون در همه هستی هست و ما اون رو نمیشنویم. یه فیلسوف دیگه هم دارن یونانی ها به نام امپدوکلس که اون هم اعتقادی داره که به این بیت ربط پیدا میکنه. اون هم اعتقاد داره که عشق که هستی رو پایدار نگه داشته. اجزاء هستی با کمک عشق به همدیگه و در کنار همدیگه ماندگار شدند و موندن. حافظ میگه زین قصه 7 گنبد افلاک پر صداست، کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت. ببین این مدعی چه ذهنیت کوچک و محدودی داره که فکر میکنه قصه عشق یه قصه محدود به وجود من و معشوق منه. نه، همه عالم از قصه عشق پره. کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت. فکر کرد این سخنی است اندک. حافظ تو این سخن ز که آموختی، که بخت تعویذ کرد شعر تو را و به زر گرفت. از اون ابیاتیه که حافظ هم تخلص خودش رو درش گنجونده و هم از مفاخرات ادبی درش نشانه‌ای می‌بینیم. حافظ از خودش تعریف میکنه که تو عجب شاعری هستی. تو از که شاعری آموختی؟ تو این سخن ز که آموختی؟ آخه ببین سخن تو، غزل تو به قدری زیباست که بخت، سعادت، دولت که همه آرزومندند که از بخت بهره مند بشند، خود بخت غزل تو رو، سخن تو رو تعویذ کرده. تعویذ با عین و دالزال به معنای بلاگردانه، یعنی همون هرزه که معمولا دعایی بوده که می نوشتند و بعد در صندوقچه کوچکی یا چیزی شبیه این قرار می دادند و اون رو به گردن می آویختند تا بلایی که به اون بچه احیانا میخواسته بخوره نخوره و اصطلاحاً بلاگردونش باشه. حالا میگه بخت شعر تو رو ای حافظ مثل اون تعویذ نوشته و به زر گرفته، یعنی به خط زرین هم نوشته، یعنی شعر تو رو طلا گرفته، میگن این سخن رو باید طلا گرفت و ازش به عنوان تعویذ استفاده میکنه. حافظ تو این سخن ز که آموختی، که بخت تعویذ کرد شعر تو را و به زر گرفت. برای اینکه لطف غزل هم تکمیل بشه، از ایهامی که حافظ در ترکیب به زر گرفت قرار داده یادی بکنیم.
به زر گرفت علاوه بر اون معنایی که بهتون گفتم، یعنی به خط زرین نوشت، به معنای در مقابل زر آن را خریداری کرد هم هست.